احوال شما؟ ارادت تاج سری خوبی داداش؟ خیلی آقایی، بزرگواری. من از مازندران بابلم. شما میشه لطف کنین بچه کجایین؟ من بروجردی ام ولی الان ساکن تهرانم. بچه بروجرد. خیلی خوشبختیم. ظاهرا بچه طبق کامنت هایی که داره میذارن شما باستانشناس یا استاد دانشگاه هستین، درسته؟ من استاد دانشگاه نیستم ولی فارغ التحصیل رشته تاریخم، باستانشناسم هستم. دوره‌های باستانشناسی علمی رو آکادمی دانشگاه طی کردم. چه رشته‌ای؟ رشته تاریخ شاخه باستانشناسی. بس خطوط تو در مورد خطوط از سوال کنم بس نمیدونی، درسته؟ صد رشته خطوط اصلا جداه، اصلا اون یک شاخه جدا از رشته که شما میخونید. شما زمانی که میری تاریخ میخونی، خب تقریبا 3 ترم، دقیقا 3 ترم تو که خوندی، بعد 3 ترم میای شروع میکنی انتخاب میکنی که من میخوام برم مترجم خط میخی بشم، میخوام برم مترجم خط پهلوی بشم، میخوام برم مثلا باستانشناس بشم، مرمتکار بشم یا هر چیز دیگه ای. آره، ولی من سوالم اینجاست، کسی که لایو گذاره به نظر من، به نظر بنده، که از بابت دفینه ها نمادها کلا باید سرکار داشته باشه. ببین هر سوالی که بچه ها الان ازت داره میکنن، همه میگه من بلد نیستم. معزه میگه نعل اسب، میگه بلد نیستم. تو باید سوال کنی نعل اسب آیا بدون میخه یا با میخه؟ آیا سوم دلدل مشهور معروف به چه چیزی باید باشه؟ گوش میکنی استاد؟ بله گوشم سنگ آسیاب که توی کار درآمد. خب آقا یه لحظه اجازه بده بزرگوار. شما من میتونم بپرسم تحصیلاتتون چیه؟ من بابای بی سوادی هستم. 5 کلاس درس خوندم. نه باور کن. اما من اهل دروغ نیستم جان بچه‌ام. خب درود به شرف. اهل دروغ خدا لعنت اهل دروغ باشه. رحمت بر پدر و مادرت. من خب 5 ابتدایی درس خوندم. بی سوادم، روستا هم هستم. بچه‌ها رفقام خب بعضیا میشناسن. ولی خودم من در مورد گاو سربریده من بودم ازت سوال میپرسیدم. میگفتی هی نداریم و نیست. ولی اجازه بده من 2 تا 3 تا سوال از شما میپرسم، بعد سراپا گوشم بعد در اختیار شما هستم. شما تاریخ دانین، من بی سواد. ببین شما استادین. نه ببین آخه قربون شکلت، نه ببین، نه عزیز، اسم شریفتو میتونم بپرسم بزرگوار؟ من یعقوبی هستم، کوچیک شما از بابل. تاج سری جناب آقای یعقوبی عزیز. ببین آقای یعقوبی عزیز، هر آن چیزی را که من نوعی یا شما بزرگوار الان توی این لایو میگی، خب باید بابت حرفمون استناد به مدارک تاریخی بکنیم. من مثلا میگم آقا تاریخ باستان ایلام بوده، بعد آشور بوده، بعد میاد سراغ هخامنشی، اسنادش هست، مدارکش هست. شما میگی گاو سربریده یا نل. آقا این علم رو شما از کجا یاد گرفتی و آموختید؟ خدا پدرت رو بیامرزه. حرف بسیار جالبی زدی. تو کدوم دانشگاه تو ایران، البته ببین کشورهای دیگه کار ندارم، تو کدوم دانشگاه در مورد گنج دفینه به دوستان یاد دادن؟ اینو به من بگو. در مورد گنج و دفینه؟ بله، نمادها، نمادشناسی. و توی ایران چنین چیزی نداریم، درسته؟ من رفیقای استاد دانشگاه تاریخدان و بعد اونایی که خطوط و اینا رفیق خیلی دارم. ببین شما یکی از اینا رفیقای من، فرقی نمیکنه. شما هم رفیق من تا افتخاره. نماد داریم، خطوط هاییم که جناب عالی داره میگه. من یعقوبی وقتی میام لایو میذارم باید تمام سوالات، یعنی موظفم تمام سوالات بچه‌هایی که دارن میپرسن با عزت احترام جوابشون رو بدم. یا این که گفتی آقا من بلد نیستم، نخوندم، دورش ندارم، درسته؟ بله. دانشگاه ها، کل استادا دانشگاه در مورد آبشارا میگفتن
میترا و الهه آب و از این کچکلک بازی ها در می آوردم. بله. استادای دانشگاه الان لایو گذاره بیشتر بچه ها من باستان شناسا الهه آب میگفتن و دیگه کسی نمی اومد نمیگفت آبشارا، پشت آبشارا، دفینه گذاری هایی که دارید در داخل آبشارا یا پشت آبشارا، هیچ استادی نیومد صحبت نکرد، یعنی نخوندن. یعنی در واقع سند این حرف شما، سند تاریخی این حرف شما چیه عزیز؟ سند گنجنامه. شما استناد به چی میکنید؟ شما استناد تاریخیتون چیه قربان؟ الان چه خط اینجا باید بنویسم من بی سواد؟ آقا شما اصلا کاری ما با سواد و بی سوادی نداریم. من بی سواد عزیز. شما میگی ما پشت آبشارها دفینه گذاری داریم، گنج اونجا هست. من میگم اوکی، من کوچیکتم هستم، شاگردتم، الان نشستم رو نیمکت دارم درس پس میدم. من از شما سوال میپرسم استاد گرام، استناد تاریخی شما نسبت به این مسئله و موضوع چیه؟ شما استناد به چی میکنید که این حرف رو میزنید؟ من اینا جواب ندم بهتره. چرا؟ چون جواب بدم، گوش کن، چون اگه بخوام جواب تو بدم مثلا فکر میکنی ندیدی، آخر ندیدی، من درسش هم نخوندی، من بی سواد شمای با سواد، چون ندیدی و نخوندین بس مغز آدم فرو نمیره. دوستان مگه من من یه سوال آقا یه سوال من استاد گرام دوستان، مگه ما داریم میکنیم شما میگیم بندازش پایین بذار، من میتونم بلاگت کنم ولی نمیکنم. چرا؟ فالوور این آقا هستی. بس مؤدب باش، بس مؤدب باش، شخصیت داشته باش. من انسان ها حرف بی‌ادبی زدم آقای یعقوبی عزیز؟ نشان شخصیت خودت، اینقدر بس بی شخصیت نباش. یعقوبی عزیز بنده هر آقای یعقوبی عزیز، من با بی احترامی با بی ادبی با شما صحبت کردم؟ اما بچه ها رو دارم میگم، با تو نیستم. بچه ها گفتن کامنت گذاشتن گفت اینو بنداز پایین. من جسارت کردم خدمت شما؟ من جسارت نکردم. اما تاج سرین در مورد گاو سربازی سوال کردم جواب ندادی. حالا در مورد نماد سرباز، این سرباز هخامنش که دانشگاه به شما دست دادن که لامصب سرباز هخامنشی چیزی که در تخت جمشید هست، بله، ولی این چیزی که شما میخوای، شما راجع به نماد سرباز میخوای به من بگی، شما اول باید استناد تاریخی یا عکسشو بیاری الان جلوی دوربین بگی آقا من طبق این دوربین، طبق این عکس این سرباز هخامنشیه که من اون عکس رو ببینم منم بتونم دفاع کنم از خودم. ما که خدا نکرده نمیخوام شما رو به چالش بکشم که تو عکس ببینی که دفاع کنی. ببین آقای یعقوبی، اصلا بحث چالش نیست. بحث اینه که الان این تعداد عزیزانی که توی لایو هستن و دارن حرف من کوچیک شما رو میشنوند و حرف شما بزرگوار رو میشنوند، اینا میشن قاضی، اینا قضاوت میکنن که آیا اشکانی آدم درستیه، درست گفت یا غلط گفت. اینا میشن قاضی بین من و شما، بحث چالش نیست. حالا جمشید سربازا رو که باید دیدی، اینی که دیدی قبول داری دیگه؟ بله. خدا پدرت بیامرزه. آیا این سنگ سرباز آیا در مازندران نداریم؟ در مازندران من چنین چیزی ندیدم، نه. که این داشتن داریم. همونی که ندیدی قبول میکنم، نگو نه، بگو من ندیدم. آقا ندیدم، چون اگه دیده باشیم باید عکسش، تصویرش در همه جای. الان دیگه ما هممون این گوشی که دست منه، شما تو مازندران، من تو تهران، دوست عزیزمون تو ماکو، تو سراسر دنیا، حالا هر کسی که هر کجا هست، ما الان به هم وصلیم و همه با هم در ارتباطیم. خب آیا روح انسان کله بریده روی سنگ، اینا قبول داری؟ نه بذار، ببین یه سوال بذار من از شما بپرسم. ببخشید معذرت میخوام، بی‌ادبی میکنم، شما به بزرگی خودتون ببخشید، شما حکم پدر منو دارید، شما عزیزی و احترامت واجبه. من فقط یه سوال میپرسم،
این علمی که شما دارید نسبت به آثار شناسی، نسبت به علائم شناسی، نسبت به اینکه معنی گاو سربریده چیه، سرباز هخامنشی چیه، این علم رو شما از کجا فرا گرفتید؟ همون دیدیم دیگه، چیزی که دیدیم تجربه کردیم داره میگیم. دانشگاه که اینا درس نمیدن، که توی دانشگاه ایران چیزی به نام نماد شناسی نداریم، درسته؟ در نماد گنج دفینه نداریم. دقیقاً، چون چنین چیزی نیست. میشه من یه چیزی بگم؟ یعنی الان اگر یک پزشکی که میره عمل قلب باز میکنه، خب بره بگه آقا من رفتم مثلا نشستم بغل دست یه دکتر دیگه، نگاه کردم، یاد گرفتم چجوری عمل قلب باز کنم، پس علمش چی میشه؟ اون علمی که شما باید بری دانشگاه درسشو بخونی تا بدونی این عمل چجوریه، چجوری باید سینه رو بشکافه، کدوم رگ ها رو بگیره، کدوم کارو بکنه، اینو شما از کجا یاد گرفتید؟ می نویسم، بس ببین تو لایو میخواد ببینیم از کجا یاد گرفتم. بفرمایید. اینجا چیزی نوشته نیست که هست. کجا نوشته نیست؟ این سر چیزی دیگه، درسته؟ بله. چیزی نوشته نیست هستش؟ نه خیر، چیزی نوشته نیست. من از حروف شروع میکنم. خط عبری مربع و عاد، دو نوع خط عبری داریم. از خط عبری برای شروع میکنم. آقای یعقوبی بزرگوار، شما جواب سوال منو نمیدی. شما جواب سوال منو نمیدی بزرگ. ببین من سواد ندارم قربونت برم، من سواد ندارم. این حروفایی که من دارم میذارم، ببین من بی سوادم، متوجه میشی؟ اینا حروفا رو من باید ترجمه میکنم. این خط یک نوع از خطای عبری و چیزی نوشته نیست. این دو نوع خط داریم. یکیش الان برات اینجا می نویسم. این الف مثل حروف ریاضی، همین الفبای خودمونه. گوش میکنی؟ این ب، این ج، این داله. آقای یعقوبی ببخشید، الان دوستان دارن میگن آقا جواب سوال ما رو بده. من سواد ندارم. یه لحظه جواب من اگر بدی، من ببین نمیخوام عزیز گوش بده قربونت. آقای یعقوبی با سوالات نه، با عملکرد بهتره. آقا من میگم این علم آثار شناسی رو شما از کجا فرا گرفتید؟ حالا بریم. آقا من خط چی کار دارم؟ الان این یعقوبی برادر عزیز، پدر بزرگوار، الان این دارم می‌نویسم. من اینجا کلاس درسه. الان این خطوطایی که دارم بسات میذارم. آقای یعقوبی، آقا این علم باستان شناسی و نماد شناسی رو شما کجا فرا گرفتید؟ آها قربونت برم، کجا؟ چیزایی که دارم توی دانشگاه به شما درس نمیدم. متوجه شدی؟ آقا این علم، خب این چیزی رو که به من درس ندادن، شمایی که میگی کجا آموختی این علم رو؟ من در خواب الهام میشه بهم. یه کار دیگه میکنیم. بازم میگم بچه‌ها بیار بالا، عکس دارن تو فیلم ها، عکس رو ببین، بگو من نزدیک بهش میگم. با هم شرطبندی هم میکنیم. آقای یعقوبی عزیز ببین گوش بده. آقای یعقوبی من 7 سال دارم میگم چیزی به اسم آثار، علائم، نشانه نداریم. تا قیام قیامت هم میگم نداریم. چنین چیزی وجود ندارد. اگر وجود داشت توی دانشگاه ها به دانشجوها درس میدادن، دانشجوها یاد میگرفتن. خدا پدرت بیامرزه. نمیخواستن انگلیسی ها. اجازه بده دوست من، دانشگاه، استاد دانشگاه، قربون برم دکتر جان، نمیخوان انگلیسی ها برای ما ایرانی ها، نمیخوان آدمای باسواد بشن. گوش میکنی؟ باسواد ادوات گنج دفینه. بزرگترین پزشکای دنیا، بزرگترین متخصصین دنیا ایرانی هن. آقا تو ناسا رئیس ناسا ایرانی بود، مرد چند وقت گذشته. آیا داخل ایرانه یا گرفتن بردنش؟ کیو گرفتن بردنش؟ رفت کشورهای دیگه هستن دیگه. ایران کو؟
کدوم منقل گیر دیدی استاد از هر لحاظ باشه اینو دست کار باشن؟ همه بردن. آقا وضعیت مملکت فشله، یارو فرار میکنه، گرفتن بردنش یعنی چه؟ خدا تو بیامرزه. بس نمیخوان موره ها سرجاشون باشن. آقا ببخشید بحث سیاسی نکن. آقا یعقوبی ببخشید. آقای یعقوبی خدا نگهدار. آقای یعقوبی خدا حافظ، خدا نگهدار. آقا ولی خوبی است فداد عزیز. این آقا ولی هم بهش میگم از کجا یاد گرفتی؟ میگه در خواب. علمی رو که در خواب یاد گرفته، بعد به من میگه کم آوردی. بهش میگم آقا اینو تو کجا یاد گرفتی؟ میگه بیا این حروف عبری رو من برای تو بنویسم. آقا من حروف عبری میخوام چیکار کنم؟ ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. عزیزای دل خیلی مخلصم، فدای همتون، جیگر همتون، قربون شکل ماهتون دورتون بگردم. اگر ادامه میدادیم میرسید به چراغش قول چراغ جادو. خب اصلا میگم دیگه آقا، میگم آقا خط شناسی اصلا جداست، اصلا یه چیزی مقوله جداست، یه رشته جداست. بعد لایو من گذاشتم، بعد میگه بچه ها دارن میگن بندازش پایین. نوکرتم مرتضی جون فدات. هر کی نماد داره بفرسته واسه آقای یعقوبی، ایشون نماد شناسن. فدای همتون، جیگرتون رو بخورم، قربونتون. عجب لایوی بود امروز. عزیز دلید، برقرار باشید و پاینده. من با اجازهتون باید رفع زحمت کنم. جیگر همگی، خدا نگهدار. خدا